خانم ها و آقایون، ما اینجا گرد هم آمده ایم تا اعتراض کنیم به این واقعیت که حسن روحانی به اصطلاح مدره، رئیس خندان رژیم ایران، اینجا دعوت شده در پاریس. روحانی یک میانه رو نیست، بلکه یک قاتله. روحانی مسئول دولتی است، حکومتی است که بالکل فاسد هست، حکومتی که اعدام کرده بیش از 2000 نفر رو در 2.5 سال اخیر که او ریاست اون رو به عهده داشت، حکومتی که دست به شکنجه و دستگیری های خودسرانه میزنه، حکومتی که زنان رو مورد تبعیض قرار میده و اونها رو به عنوان انسان‌های درجه دوم تلقی میکنه. هنرمند جوان آتنا فرقدانی رو به زندان افکنده به خاطر کشیدن یک تصویر از رهبران رژیم. حکومتی است که ضد زن ستیز است و یک حکومت دیوانه است. این ایران واقعی تحت حکومت فاشیست آخوندی است. این چهره واقعی ایرانی است که این رئیس به اصطلاح میانه رو امروز به پاریس اومده. از اون نباید استقبال بشه اینجا. دهه هاست که رژیم ایران دست به دستگیری و اعدام مخالفان زده بدون هیچ پروسه قانونی درست و اونها مخالفان سیاسی رو ترور کردن در خارج از مرزهای خودشون. اثر انگشت روحانی روی حملات موشکی به لیبرتی به چشم میخوره. در اکتبر سال گذشته وقتی که 24 تن از پناهندگان بی‌دفاع اونجا کشته شدند، تجاوزات او علیه ساکنان کمپ لیبرتی، اعضای شجاع مجاهدین به روشنی خواسته رژیم و وحشت رژیم رو از اپوزیسیون اصلی اون نشون میده. اونها وحشت دارن از خانم رجبی و از برنامه او برای آینده ایران که خواهان عدالت، حقوق بشر و آزادی برای مردم سرکوب شده ایرانه. خانم ها و آقایون، حسن روحانی هیچ گونه میانه روی نیست، او رفرمیست نیست، او یک فاشیست و یک قاتل هست. ما اروپایی ها باید در کنار مردم ایران باشیم. ما باید در کنار آزادی باشیم، نه در کنار و پشت سرکوب. هیچ موقع نباید با مستبدین مثل روحانی معامله کنیم. من در انتظار روزی هستم که خورشید پیروزی بار دیگه بر مردم ایران بتابه و فقط خانم مریم رجبی هست که میتونه این خورشید رو بتابونه برای مردم ایران به سمت آزادی و پیروزی. از شما متشکرم.